با نظرداشت مساعد بودن اقلیم ناحیه وخش با پختکاری، کشاورزان در میدان 9547 هکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندند. طول یک هفته می شود که چینش یکم پخته در حدود ناحیه آغاز گردیده. خواجگیداران از میدان‌های کشتی عنعنوی از 12 تا 17 سانتی‌متر و از میدان‌های کشتی زیر پلیونکا تا 30 سانتی‌متر حاصل به دست آورده ایستادند. سر وقت مو پختو را جمع‌آوری کرده به مرکز همی پخته زاوتو برده میسپریم. اونها هم سر وقت مبلغ ما رو به ما میدهد. این زمان در خواجگی ما 30 نفر کارگر کار کرده ایستاده است. همه روزه ما زیاده از 1.5 تن پخته به کارخانه‌های پخته برده میسپریم. امسال از هر یک هکتاری که پخته کوریدگی زیاده از در هر یک چینک 13-14 سانتی‌متر برده میسپریم. ما باوری داریم که نقشه‌ای که با ما برای پخته در امسال گذاشته است سر وقت اجرا نمایید. در شرایط کنونی که تغییریابی اقلیم و دیگرگونشوی طبیعت به سبزیش و نشونمای زراعت و سبزوات کشاورزی تاثیر منفی میرساند، کشاورزان کشتی زیر پلیونکای پخته را به منفیت کار دانسته این موسم با این اصول در میدان بیش از 1000 هکتار کشتی پنبه‌دانه گذراندند. طبق اطلاع متخصصان بخش کشاورزی ناحیه، حاصل امسال نسبت به سال گذشته زیاد بوده. در نتیجه درست به راه ماندن اگرتکنیکای پرورش میتوان به نتیجه های نظررس نائل گردید. همه قاعده های اگرتکنیکی پرورش پخته را به جا آوردن. گرچنده باد هوا کمتر گرم هم آمده باشد به حاصل و حاصل ریزی یکان تاثیر نکرده است. در آن خواجگاهی که اگرتکنیکی پرورش پورا رعایت کرده بود. در میدان زیاده از 200 هکتار پخته نوی مینخ 9326 کردن. دیگر پخته های لازر، لیما، کند، مایا، فلیش و دیگر نمود قریب 15-20 نمود پخته در نوع کشیدگی حاصل همش خوب است. در دوران صاحب استقلالی مملکت جهت رشد بخشیدن ساحه از جانب حکومت کشور تدبیرهای موثر اندیشیده شده. تکنیک و تکنولوژی معاصر و افزون گردیدن تعداد کارخانه‌های کارکرد برای خواجگیداران پخته‌کار شرایط مساعد فراهم آورده است. در ناحیه وخش 7 کارخانه کارکرد پخته فعالیت می‌کند که همروزه در سرجن دهقانان وارد و سری وقت کارکرد کرده می‌شود. سهم کارخانه‌های کارکرد پخته در رشد صنعت‌کنونی با سرعت کشور نقش مهم داشته. اینچنین در تامین ساکنان محل با جای کار موسمی مساعدت نموده ایستاده است.